درود به همگی. من اومدم با یک ویدیو بک تستی از سری ویدیوهای یک شنبه‌ای بک تستی. یکی روز معاملاتی هفته گذشته که میشه تاریخ 15 سپتامبر، روز دوشنبه رو میخوام حالا فوروارد تست بگیرم طبق استراتژی اسپیتولگ استاد پورصمدی. من سری میرم اصل مطلب که تایم ویدیو زیاد نشه و کارو پیش ببریم. خب اولا توی 15 دقیقه من یک ساختار رو نگاه میکنم، طبق تایم پلن خودم معامله میکنم. از ساعت 15 شروع سشن نیویورک. خب ساختاری که اول نگاه میکنم میبینم خب یک حالت کانال تور اینجا داریم که توی کانال ولی کامل رنجه. توی 15 دقیقه روند اصلی ما سودیه که حالا وارد یه رنج شده که رنجی که حالت نزولی ضعیفه و ما الان اینجاییم. اینجا هم که قیمت یک اسپایک داشته کامل وی شده و از همینجا اگه این اسپایک آخرین سایکل حساب کنیم اسپایک کانال و تو 15 دقیقه یک تریدینگ رنج، یعنی داخل یک رنج حالا از پایین غیر قابل خوانش تقریبا هستیم، از بالا هم که سقفش مشخصه. سقف و کف روز قبل هم اینجا مشخص میکنم و این کف روز قبل بریم یک دقیقه یک راست تا سریع پیش ببریم کارو. خب اینجا که اگه آخرین سایکل در نظر بگیریم یک اسپایک داریم که وارد کانال شده، این کانال و کانال شکسته توی تایم لندن. این اسپایک رو بالفرض اگه اسپیکولگ میگرفتیم میشد تی پی 1 رو ازش گرفت و بعد کامل دوباره اینم اومده وی کرده، یعنی افزایش عمق رنج داشتیم دیگه. پس این میشه کف کانال. ببینید وقتی اومده اینجا اومده زیر مووینگ اوریج، دوباره رفته بالای مووینگ، باز اومده زیر مووینگ، دوباره همینجا رفته مووینگ اوریج شکست، اومده بالای مووینگ اوریج. این محدود پس کامل رنج مشخص. خب تایم معاملاتی ما مثلا اینجا شروع میشه دیگه ساعت 15. به سقف رنج خورده قبل تایم معاملاتی ما. ببینین این اسپیتولگ رو میشد گرفت، این تیپی 1 رو میشد گرفت رو سقف رنج. اینجا اسپیتولگ داشتیم، این اگه میگرفتیم استاپ میشدیم، اومده استاپ زده، دوباره اینو میشد گرفت، حالا اینو میشد گرفت تا کف رنج میتونیم سل بگیریم توی این محدوده رنج. ادامه بدیم، اینا رو پاک کنم. اینم بگم که من دارم توی برنامه سافورفیکس دارم بک تست خودم رو پیش میبرم. ببینید اینجا قیمت داره کفای بالاتر میزنه. من الان اینو در نظر نگرفتم، این کف بالاتره و از بالا هم که سقفای برابر داریم، یعنی داره یه جورایی ما میگه قدرت خرید بالاییه. این کف بالاتره میتونه به ما بگه نشونه اینه که میتونه از سقف بشکنه. این چیزا هم هست توی خب رسیده به این سطوح داینامیک و استاتیک ما، این کف رنج و الان دیگه بعد دنبال کم کم معاملات خرید باشیم. حالا اینجا نگاه آخرین این محدوده این کانال شده بودی، این اگه اسپایک کانال بود این نتونست این کفو بشکنه، برگشت یک اسپایک داد. خب من اینو بعد پای بگیرم. اینجا ورود به کاریم، تیپی 1 مون میشه اینجا، تیپی 2 مون میشه اینجا. اینجور مواقع حالا من توی بک تستایی که دارم میگیرم کم کم دارم میرم روی تیپی 2 چون عمق رنج ما زیاده و تیپی 2 شو میده اگه میتونه تا صف حرکت کنه. حالا من اینو میذارم رو تیپی 2 ولی تیپی اصلی ما یکه دیگه. کندل بعدیش هم دیدیم که فعال کرده، پس این معامله فعال شده. خب تیپی 1 شده، این معامله کامل درست بوده، یعنی وان لگ تو لگ. حالا میتونه از همینجا برگرده بیاد استاپ بزنه.
خب این معامله تیپی خود شده حتی سقف رنج شکست. وان لگ، تو لگ، لگ سوم، انتهای لگ سوم دوباره از هر سمتی میتونه اسپایک شکل بگیره، یک ساختار شکل بگیره که از بالا شکل گرفت، شکست و الان وارد این اسپایک شدیم. اینو باید بگیرم. خب الان برخورد کرده به سقف کانال، ریسکش بالایه چون این کندل 1 دقیقه هم زیاد پول بک داده، فعال کرده و اینم رفت تقریبا اینجا. معامله رو اگه میکاشتیم فعال میگرد، استاپ اینجا میداشیم، تیپی 1 شو داد به زیبایی هرچه تمامتر. حالا ما چون سقف کانال 15 دقیقه‌ای بود این محدوده رو گفتیم احتمال داره فکر اگه میومد پایین که سرشو میگرفتن. همچنان 15 دقیقه نبسته و حالا کلوز کرد. 15 دقیقه کلوز کرد. اینم آخری که داره 15 دقیقه کلوز کرد. خب کامل این محدوده شکسته شده، الان روند سوریه. حالا میتونم با اسپایکا دنبال معاملات بایی باشم. خب الان یه رنج، این رنج از سقف بشکنه با اسپیتوله من باییشو میگیرم. خب کامل شکسته شد. الان اینجا هم که گپ فشار هم داریم. کندل بعدی ببین پول بک کدوم کندل زده. خب این پول بک. بعدی که این برنامه سافور فیکس داره خطایی که روی 15 دقیقه میدادم و نمیاره، روی 1 دقیقه نشون نمیده، بعد جدا همه رو رسم کنیم. تیپی 1 و اینم تیپی 1. اینجا خودش تیپی 1 نشون میده توی این برنامه. خب یک اسپایک بزرگ، اینو میشه بای بگیرم. ببین 15 دقیقه کجاییم؟ خب 15 دقیقه سقف روز قبل خودش هم شکسته، کامل سودی تو اسپایکیم و یک سقف ETH داریم اینجا. مهمه اینو باید توی 1 دقیقه، الان تو 15 دقیقه من رست کردم، توی 1 دقیقه نمیدونم کجایه. پس بهتره برم اینجا اینم رسمش کنم که یه وقت این ناحیه شادو رو میگیرم. خب این اسپایک به این بزرگی رو خب من ورود نمیدونم چه این مواقعی. قیمت از مووینگ فاصله به بیاد به مووینگ برخورد کنه، بعد فکر میکنم اگه اسپایک خوبی بده که باییشو میگیریم. خب این اسپیتیلی رو من بای میگیرم. تیپی ریسپری بارش هم اینجا مشخص کنم، من اینو دارم بالا پایین میکنم مشخصه. تیپی یکیش اینجا، خب این معامله هم تیپی خورد. این معامله قبلی هم که گرفتم همه تیپی 2 3 4 شو داده. اینا رو بعد تو بک تست در نظر بگیریم. خب من اینا رو توی یک اکسل آماده کردم، می‌نویسم توی اکسل. ولی اینو خب من ژورنالش کردم، هفته پیش خودم این روز معامله گرفتم، اینا رو گرفتم. درس‌های بزرگی دارم، هر هفته این معاملاتی دارم میگیرم، هر روز خدا رو شکر دارم بهتر میشم. واقعا استراتژی نابیه. حالا یه نوع تریگر ورودم هست، فقط باید ساختار شناسی رو درک کنیم. ساختار رو بفهمیم، همه استراتژی جوابه. نه فقط اسپیتولی، همه استراتژی با ساختار طبق دیدگاه درست. اینجا رو ببین، اینجا الان خودش یه ساکن این اسپایکه، مثلا اینجا این اسپایک وارد کانال شده. این اگه کانال رو در نظر بگیریم،
کانال حالا میگه مثلا اینجوری باشه. این ریز اسپایک ها رو که دیگه من نمیگیرم، اینا ریسکشون بالاه. حالا همشون هم تیپی داده با برخورد به کانال. بفرض این کانال، این برخورد به کف کانال، بفرض این اسپایک، حالا کف فشارم نداره ولی کار ما نیست فعلا. خب رسید به سقف تاریخی خود ETH خودش که اومد زد. اینو من پول بک هم دادم اینجا. موظفم اینو ورود بزنیم. این کندل پول بک، کندل پول بک خیلی ریزی داره ولی بعضیا میان استاپشون کامل میذارن پشت اینو یه لگ در نظر میگیرن. اینو میذارم اینجا. من کندل پول بک رو استاپم اونجا میذارم جایی که حالا این خودش وان لگ تو لگ یا وان لگ تو لگ یه جورایی ریسک هم داره. خب 1 به 1 و اینم تیپی فقط در جهت روند معامله میگیره. خب ما اینجا رو حواسمون نبود. اینو بعد روی لایو جایی که این اسپایک تبدیل شده به کانال اوورد هم با خط چیه مووینگ اوریج ما یکی شده، این محدوده یک اسپایک ریزی داده. اینو من موظفم ورود بگیرم. حالا تایم پلن منم تمام شده. اینجا من پشت چارت نبودم و دارم حالا ادامه میدم که در ادامه میشد چه معاملاتی گرفت و استاپ نوش جان که حالا ما اینو دیدیم دیگه. اینو واسه کنم استاپ ده. بله حالا به سقف ETH همچنان نمیشه بگیم که الان روند نزولی شد، این کف رنج رو شکست. اما مادامی که این اسپایکش هم کامل پر نکرده نمیشه به فکر خلاف جهت روند معامله گرفتن بود. خب مثلا این کف رنج ما اینجا اصلا شکل نگرفت، اومد اینجا هم پول بک زد به سقف قبلی که ETH بود و یک اسپایکی شکل گرفت. من این اسپایک ریزو کف هم داره حواسمون نیست. یک گپ ریزی خیلی ریزی داره، ریسکش بالاه. ما ورود میزنیم، معامله رو فعال میکنه و تیپی یک این تیپی دوش هم داده یا نه؟ من توی این فوروارد تست دیگه مدیریت سرمایه رو در نظر نگرفتم و یک لات سایز مشخصی رو اینجا گذاشتم و فقط دارم بر اساس همون ورود میکنم دیگه. این بخوام پیچیده درش کنم باید اکسلم رو باز کنم و اونجوری یه حالت چیزی داره. خب کجا بودیم؟ اونجا کف رنج که تشکیل نشد. اینجا الان نگاه قیمت، حالا اینجا انگار یک سایکل نزولی شکل ببینید. این اسپایک، حالا این کانال و این کانال ما وارد تریدینگ رنج شده. الان اینجا کامل توی یک سایکل رنج 1 دقیقه. آخرای تایم بازار ما ساعت 22. حالا به تایم ما 22:30 میشه دیگه. اینجا بازار میبینید حجمش کامل. ما تو همین هم اگه اسپی لگ ببینم ورود میکنم. خب کف رنج اینجا این اسپی لگ نداده،
این اینجا داده، اینو ورود میکنم، یکی بیارم عقب. مووینگ ابرید هم که میانه رنج اصلا مهم نیست. این تیپیش حتی این میانه این اسپایک این هم اگه ورود میکردیم به نظر تیپی یکش الان میده. بعد اینجا تیپی یکش هم داده بود بعد این اسپایک. حالا مثلا اینجا رو ساب میکردیم، میگفتیم ساب کنیم این سایکل ضعیف این سقفه بشکنه بعد اسپیتولی بگیریم. نگاه سایکل درون سایکل، این الان میانه رنج ها، اینجا خودش یه سایکل داده، بعد اینجا کانال شده، این هم یک ذره، بعد این هم که سقف رنج کف رنج، اینجا شکسته، این اسپایک ورود تیپی یک تا این سقف. از این بیشتر هم دیگه نمیگیریم. خب سقف رنج صرف میکنیم اسپایک بده که بای بگیریم. این الان خودش این یک ناحیه اسپایک، ببینید کف سقف کندلا پایین‌تر هستن. اینو یک سل ریسکی میگیریم که برای درک بهتره. حالا استراتژی توی لایف که اینو 100% من که نمیگیرم چنین اسپایکی رو. خب ولی گپ هم داره دیگه، اگه این بینش الان این آخرین کندل گپه، این الان خودش گپه، فقط برای درک بهتر داخل محدوده رنج چنین چیزی هم داره دیگه. خب تایم معامله کلا تموم شد. خب اینجا باید معامله رو ببندیم دیگه سر به سر. اون تیپیش هم داده. تو میانه رنج فقط باید صبر داشته باشیم، این شکست ها رو سریع هیجانی نشیم ورود بزنیم. الان اینجا شکستی نداشتیم که اولا 80% مارکت هم که بیشتر مواقع توی رنجی، پس با صبر میشه کنترلش کرد. این الان یک اسپی توله اینجا، پس اینو ببینیم تیپیشو داده یا نه. برگشت از کف رنج، این اسپایک رو گذاشتم پشت این اسپایک. خیلی ریسکی، فقط میخوام ببینم آیا طبق دیدگاه رفته نزدیکش شده برگشت. البته نقطه ورود بهینه همون نبود. چرا تقریبا تیپی یکش اینجا میشه خب زده. باید ببینیم اینا استاپ شد. دوباره قیمت رسید به کف رنج این دفعه، بهتر زیر این نقد این زیر رو زد. بعدش هم دیدیم که پول بک هم داده، ما همینو موظفیم که ورود بکنیم. حالا گذاشتم که تیپی 2 ولی اصلا تیپی 1 دیگه، مقام این تیپی 1 شو داده یا نه. خب استاپ نزد، رفت تیپی از کجا برگشت. ببین تیپی 2 هم قشنگ زد تو میانه رنج. حالا اینو بعد خودتونم بک تست بگیرین دیگه ببینید چجوری در میاد. حالا روز بعدش من تایم پلن من نیست، این الان سیدنی و آسیا دیگه دارم فقط معامله میگیریم. خب اینم یک ورود داده شکست رنج از سقف. ببین اینم آخری هم بگیرم ببینیم چی میشه. شکست این محدوده رنج از سقف برای گرفتن تیپی حالا یک. اینجا این صفحه EPH داریم ولی خب صفحه اصلی ما رنج ما این بوده.
بازم ریسک داره به نظرم. بله از همون ایتیش برگشته. خب این الان اینجا خودش این رنج اگه از بالا اسپایک بده میشه ورود بای گرفت. تیپی این تیپی رو داد. حالا این اگه بای میگرفتیم استاپ میشد. ما این اسپیتیله رو گرفتیم. تایم ویدیو خواستیم بیشتر از 10 دقیقه نشه، شد 20 دقیقه. خب اینم یک روز معاملاتی که من حالا فوروارد تست گرفتم طبق دیدگاه خودم و سایکلی که توی ساختاری که توی 15 دقیقه فقط 15 دقیقه رو ببینیم اومد این کانال از سقف شکست و قیمت صعودی شد. خیلی از استراتژی از تایم 15 دقیقه اینجا رو ورود زدم، حساب گذاشتن این پشت و رفتم برای تیپی بالای 2. ما اینجا دیگه توی 1 دقیقه دونه دونه این کندلا رو ورود زدیم و ببینیم چند تا معامله یادداشتم نکردم اینا رو. بعد داخل این داخل استیتمنت شو چک کنیم ببینیم چیکار کرده. خب یه روز معاملاتی که طبق پلن من که از ساعت 18 به اونور معامله 18:30 نباید معامله میدادم ولی ادامه دادم. 11 تا معامله شد. اینم استیتمنت ما و معاملاتی که انجام شد. خب این روز معاملاتی هم همینجا به پایان میرسونم و خدا نگهدار همگی.